اینجا قله دماوند، پنجشنبه مرداد سال 94. من دقیقا دارم به سمت دهنه آتشفشان و جایی که گازهای گوگردی دماوند از اونجا خارج میشه میرم. اگر خوب نمیتونم حرف بزنم به خاطر اینکه اینجا اکسیژن بسیار کمه و من دهنمو بستم و خوب نمیتونم حرف بزنم. صرفا دلیلش اینه که اینجا گوگرد اجازه نمیده که ما خوب بتونیم نفس بکشیم. بسیار کار مشکلیه. تقریبا هیچ کسی به سمت این دهنه آتشفشانی نمیاد. ولی از اونجایی که من بسیار علاقه داشتم که این دهنه رو از نزدیک ببینم، تصمیم گرفتم که اینجا رو فیلم بگیرم ازش. اگه خوب دقت کنید حتی صدای خروج گازها رو میتونید بشنوید. حسین زود باش، من میخوام برم. یه واسه دقیقا دهنه آتشفشان اینجا هست و شما یکی از تصاویر نادر رو دارید می‌بینید.